مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 28 ایول سال 2022 تخمیناً ساعت 16:00 دقیقه راننده ماشین طبقه مرسدس بنز اسلاموف رمضان تقویویچ سال تولدش 1996 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر وحدت در حدود نویه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان ولامد سید جعفر سال تولدش 1995 با دو فرزند نابالغش شرف عبدالرحمن سال تولدش 2016 و شرف عزیزما سال تولدش 2018 ساکنان نویه رودکی را پخش نموده است. در نتیجه ولامد سید جعفر در بیمارخانه به هلاکت رسیده، خردسالان شرف عبدالرحمن و شرف عزیزما جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخلی که روز 19 ایول نشر شد، در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر دیگر جراحت برداشتند.